نوروز اتفاق فرخنده است. روز نو جشن باروری و نوآوری. نوروز یکی از جلوه‌های ویژه فرهنگ ایرانی هستش. مهمترین شاید جشن ایرانی هاست. نوروز شناسنامه ما ایرانیانه. وقتی ما در شرایط زمانی هستیم که ضرورت پایداری و بقای جشن‌های ملی ما وظیفه ما هست، خواهی نخواهی هر سازمان و تشکیلاتی که واقعا این جشن‌های باستانی ما را از جمله نوروز که مهمترینش است برگزار میکنه قابل ستایش است. ما از طیف‌های مختلف با باورهای فکری مختلف هستیم، ولی نوروز یکی از اون جلوه‌هایی هستش که من فکر میکنم همه ایرانی‌ها با همه باورهای سیاسی، با همه باورهای مذهبی همیشه جشن گرفتن و دوست دارن نوروز رو. مؤسسه نوا امسال برگزاری نوروز رو به صورت جشنواره‌ای در نظر داره و گروه‌های مختلفی چه در زمینه موسیقی و چه در زمینه هنرهای دیگه در این جشنواره شرکت می‌کنن. این برنامه در واقع ادامه برنامه قبلی بود که در شهر جریان داشته و ما می‌خواستیم اینو در واقع به تکاملش برسونیم و مؤسسه نوا در واقع مبتکر این کار هستش و با خرد جمعی می‌خوایم این کار رو در شهر انجام بدیم. گروه فرهنگ نوا مشخصا نقش بسیار عمده و زیبایی در این کار داره ارائه میده. گروه نوا یکی از گروه‌های در واقع سابقه دار و فرهنگی شهرمون هستش. کارهای بسیار خوبی رو اینا ارائه دادن. خواستم تشکر بکنم از گروه فرهنگ نوا که در چند سال گذشته این جشن توی تورنتو آوردن. استاد کمال تراوتی و همینطور گروه موسیقی نوا و موسیقیدانان و هنرمندان و فعالین اجتماعی ایرانی بزرگشهر تورنتو امسال تصمیم گرفتن جشنواره نوروز رو برگزار بکنند و من از ایشون بسیار سپاسگزارم.